السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت شما نازنین. الحمد لله. حضرت همه حجی تمتع و قربانی کردن رو حج این چی هست؟ تمتع و چی گفتید؟ تمتع و چی؟ و قربانی در همون روز. قربانی برای هر یک آدمی که قادر هست، خواه حج کرده باشد، عین حال در حج باشد، خواه در غیر حج باشد، این قربانی یک عملی مشروع هست. اما برای حاجی شرط نیکی قربانی کند و خودش یک قربانی دارد، خاصتا شخصی متمتع، یعنی شخصی که حجی تمتع کرده است و قربانی هست در ذمه‌اش. برای همین شریعت امسال و قربانی که هر سال میکرد و به امر نمیکند، چون که خودش یک قربانی دارد. قربانی تمتع برای چی؟ برای آنکه در یک سفر هم عمره میکند هم حج میکند. اصلا باید برای عمره علاهیده بیاید، برای حج علاهیده بیاید، لیکن از سبب آنکه در یک سفر دو عبادت کرد، این آدم راهش آسان شد، یک سفر کردی یک تیر و دو نشان کرد. بنابراین برای شکرانه این نعمت که در یک سفر دو عبادت کرد، باید یک گوسفند کشد و اون گوسفند را به فقرای مکه تقسیم کند. این قربانی تمتع است. اما قربانی که تمام مسلمانایی که به حج رفتن و نرفتن به آنها مشروع است، این روز عید بعد نماز عید قربانی میکنن و هم بعد نماز عید است. همش احکامش به همدیگر نزدیک است. یگان جای نافهمش باشد همون جاش پرسید برابر. جاش یعنی همه قربانی کردن درست، یگان جای بدعت نیست. نه مشروع است، بلکه امر است. این بدعت نه، فرمان شریعت است. فصل لربک وانحر، نماز خوان برای الله تعالی و قربانی کن برای الله تعالی. فرمان است. بهترین عبادت مالی قربانی است، بهترین عبادت بدنی نماز است. اینا هر دوش همسایه در قرآن است. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له. نماز من و قربانی من، حیات من، ممات من برای الله است. ببینید نماز من، قربانی من، هر دوش یک جای آمد. نماز خوان، قربانی کن به خاطر الله، هر دوش یک جای آمد. همسایه قرآن، همسایه در قرآن است، یعنی همسایه نماز است. قربانی همسایه نماز است در قرآن. نماز عملی بدنی محض، قربانی عملی مالی محض. بله.